به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. من بابک رحیمیان هستم، محقق فلسفه جت کاندوی بروسلی یا انسان. ما هر چه قدم بگیم به نام خدا بازم کمه. بشر برای چی اسم خدا را آورد؟ خیلی جالبه. من شخصا فکر میکنم یه انرژی برتر من باید باورش داشته باشم به عنوان یه انسان، حالا یه موجود، که خودم بتونم بعضی موقع انرژی درونی ما، حالا ممکنه مثبت بشه، حالا اصلا میگم مثبت منفی، حالا بتونم به تعادل برسونم بعضی جاها که گیر کردم توی این دنیا، حالا اصلا هم میگم تو این بودی که هستیم ما همگی، بتونم حفظ کنم خودم، به نوعی آروم کنم. حالا خدا هرچی هست، ولی بدون چون و چرا قبول کردن چیزی اشتباهه. اون حس رو باید به درستیش خود بشر برسه، حتی وجود خدا. به قول جیدو کریشنامورتی یا ارسطو، افلاطون، تمام اینا گفتن هیچ چیزی رو بدون چون و چرا تو زندگی قبول نکنید تا موقعی که خودتون به درستیش برسید. اون غلطی و درستی در حقیقت وجود نداره حالتی، ولی اون درستی یا اون غذایی که خوردین، وقتی خوردین دیگه خوب بود، دیگه خوبه، دیگه حس کردنش، تموم شد. و با اون حس درستی نرسیدین هیچ چیزی رو قبول نکنید. حالا در مورد این صحبت شد، من این کلیپ صوتی گذاشتم. این یه بحثیه که شخصی فردیه که مثلا من گفتم، یه بحثیه که جامعه‌ای که وجود نداره در این حال، چون همه ما یکی هستیم، تمام مردم دنیا، و این کشورها رو بشر درست کرده. تمام این چیزا رو که میبینیم مثل ادیان، دین، تمام مذهب، چیزایی که چون خدا یک دونه است یا اون عشقه، نمیتونیم ببینیمش که قابل تصویر بکنیم. و امروز سوژه، یعنی اون دقیقاً سابجکت ما، موضوع این صحبت در مورد ویروس کروناست که من به تنهایی تحقیق نکردم، گروهیه، همیشه من خدا گروهی بوده کار. مثلا یه اتفاقی میفته تو دنیا از طریق اخبار، تلویزیون، تصاویر که به مردم میدن. اگه درست هم اون حقیقت باشه، میتونن حقیقت رو برگردونن، غلط بدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سیستمشون رو بتونن ادامه بدن یا مصرف کنندشون رو از دست ندن. دارم میگم یه سری انسان ها هستن تو دنیا در سطح خیلی کمی هم. اصطلاحا میگن فکر کننده حرفه‌ای، مثلا پروفشنال تینکر، امریکاییش هم از انگلیسیش، امریکایی وجود نداره، این لهجهش رو پروفشنال تینکر. بعضی هستن در مورد این مثلا مطلب چرا و چطور میذارن، چرا اینجوری شد، مثلا چطور شد، دلیلش چیه. چون اگه بدون دلیل قبول کنیم یعنی تموم، یعنی ما هیچ چیزی رو، یعنی که اصلا یه آدم اسیری، یعنی بدون چون و چرایی که این ربات. اصلا انسان یه قدرتی داره، قدرت تشخیص داره، حتی حس بکنه درست و غلطی. کافیه فقط افکار رو بزنیم کنار، به خودمون رجوع کنیم. کرونا طبق تحقیقات تقریبا 15 سال پیش، 12 یا 15 سال پیش، یا آقایی این کتاب رو نوشته بوده، چشمایی در تاریکی، Eyes in the Darkness، که ما تقریبا چند سال، 2 سال پیش متوجه شده بودیم. این کتاب رو که نوشته بود، بعد یک صفحاتش رسیده بود که در سال 2019 یا 2020، اون 2020 همین امسال هستیم، چین و چند تا کشور دیگه مشکل اقتصادی پیدا میکنن. اقتصادی بعد چی کار میکنن؟ این ویروس رو توی آزمایشگاه، حالا اونجا کووید 19 نوشته بود تو اون کتاب، این ویروس رو میسازن به صورت دستساز و اینو یعنی پشت پرده دلیل ساخت این ویروس هم این بوده که بتونن این ویروس رو انتشار بدن و جمعیت رو کم کنن. بازنشسته همش اقتصادی بوده بیشترن، ولو اینکه نسل مثلا پیشین ما رو از بین ببرن و از اون و
و فقط چین هم نیست، مافیای پشت دنیاست، فقط چین نیست. اون یه گروهی به نام ایلامیناتیه که ما تو کلیپ هم گذاشته بودیم، یه گروهی هست که کل دنیا رو کنترل میکنن. همونی که جون که بروسی رو کشتن، جان فرید کندی رو کشتن و دیگر کسا قتل‌های زنجیری و از شامل همه کشورها میشه که کنترل میکنن. همون خانواده‌های معروف، خانواده قدرتمندی که پشت پرده دنیا هستن که کنترل داره. و داستان اینه و اینا هنوز هم دارن چیز میکنن، مردم میترسونن، هر روز میگن اینقدر کشته کرونا، آمار میدن، میگن بترسون حکومت کن. مگه به نام خدا باشه که اینقدر نمیان این کارو بکنن؟ از قدیم گفتن، حتی این اصطلاح از ایران اومده بوده، بی خبری بهترین خبره، که الان امریکایی‌ها ورزشن اصطلاح ما رو نو نیوز گود نیوز. این حقیقت ماجراست. حقیقت مسیری نداره، خبر واقعی مردم با هم دیگه میدن، ما همه یک خانواده‌ای. حقیقت اینه. برای اینکه شلوغ نشه چند جای دیگه شلوغ شده و تو امسال بالاترین رقم اعتراضات بوده تو دنیا و کشورهای بیشترین کشورهای دنیا بر علیه ظلم و بی‌عدالتی. و اینا برای این به بهانه یکی از دلایل چیزی که کرونا رو درست کردن که مردم تو خونه‌هاشون برن و جمعیت جمع نشه، میترسن از دست دادن حکومت. این حقیقت. تمام این مسائل پشت پرده است، پشت پرده رو ما نمیبینیم، ولی حرفه‌ای اگر مطالعه کنیم هر کدوم از ما به این حقیقت خواهیم رسید. خیلی ساده است بازی، خیلی ساده است. شما همونطور میشوید که فکر میکنید. آقای دونالد ترامپ رفت اومد ویروس کرونا رو گرفت، من خودم بارها گرفتم. اون چیزی که ما داریم بود روح و ذهن، غیر از اون جسمی که داریم. ما میتونیم رد کنیم کرونا رو. کافیه فقط ببینیم از نظر قدرت بدنی تقویت کنیم چیزهایی که حالا موارد بهداشتی هست، ولی بالاتر از همون این روحیه ماست. داستان سیاسیه، این سیاست کرونا است. متاسفانه یک رسانه خبری به نام ایران اینترنشنال که تو معامله کاری ندارم هستن، برای خودشون خیلی هستن، یک طرفه قضاوت میکنه. حتی در مورد انتخابات جو بایدن و اینا، من نه طرف دونالد ترامپ هم نه جو بایدن، من طرفدار حقیقتم، من طرفدار عشقم، طرف اون چیزی هستن خاصه‌ای که با عشق باشه، اون چیزی که عشقه، اونی که حس میکنه. در هر صورت متاسفانه این جمله معروف این هم هست، این داستان ماست. تا ابله در جهان هست مفلس در نمیماند. این داستان ماست. یه داستان کوتاه میگم. روزگاری یه پادشاهی بود تو سرزمین حکومت میکرد، از بالاخره تعادل بود، مردمش راضی بودن و خیلی در خوبی و خوشی زندگی میکنه. روزی در یک رودخانه میگن فردی رفت آب خورد. تو اون رودخانه یه چیزی ریخته بودن تو اون رودخانه که مثلا میگفتن آقا از رودخانه آب نخوریم مثلا دیوونه میشه. اون فرد بهش گفتن آقا نخور مثلا تو این رودخانه آب، و اون خورد، نوشید و دیوانه شد. حالا استرام بعد مردم یکی میگفتن، پادشاه گفتش که هر کاری میکنین بکنین ولی از اون رودخانه آب نخورین. تقریبا تمام مردم رفتن آب رو خوردن. بعد شروع کردن پادشاه رو مجاب کردن که آقا بیا از این آب رودخانه بخور. پادشاه گفت من نمیخورم. بالاخره 2 روز 3 روز پافشاری یه پادشاه مجبور شد. گفتن آخه پادشاه دیوانه شده. اینا تمام مردمی که اون آب خورده بودن پادشاه گفتن پادشاه دیوانه شده. نسودی که پادشاه دیوانه نبود، اون مردم دیوانه شده بودن، چون همشون از اون آب رودخانه خورده بودن. بالاخره با جبر و زور مردم مجبور شد بنده خدا پادشاه بخوره آب رودخانه و اونم مثل اونا بعد دیوانه شد. حالا مثل هر روز بعد گفتن خدا رو شکر پادشاه عاقل شد. این داستان بشه. ما میتونیم از این پند بگیریم و داریم میبینیم. اگر کسانی هم باشن که در هر کشوری یا جامعه‌ای بخوان بیدار کنن دیگران رو، سریع میخوابونن، مثل همین رودخانه به زور میبرنش تو آب رودخانه رو بخوره. این داستان ماست. سال صادق هدایت به طور نوع دیگه گفته و نویسندگان خارجی فرق نمیکنه یا فلاسفه استفاده. تشکر میکنم. امیدوارم
که پیام من به همتون برسه. سعی کنین شیر کنین و این حقیقت اون انرژی دانشجویتون رو برانگیخته بکنین، چون همه ما دانشجوییم. پروفسور حسابی ما گفت فروسی هم به نوع دیگه و کسانی که برایشون مرگی وجود نداشت، اینا رو گفتم. ما باید استفاده کنیم از اون چیزهای مفید رو بگیریم، به خودی رو بریزیم دور و تحقیق کنیم، چون همه اون محقق. تشکر میکنم از یکایی که شما. آرزوی سلامتی دارم و ذهن خلاق. ممنون.